یعنی با خط روند کار میکنی. تا الان اینو یاد نگرفتی. اگه قرار بود یه دونه استراتژی خط روندی رو تا آخر عمرم استفاده کنم فقط همین بود. اولین کاری که میکردم میومدم گام حرکت رو پیدا میکردم. گام یعنی چی؟ یعنی از پول بک بزرگتر باشه، بعد روی پول بکش میومدم خط روند میکشیدم. به محض شکست تو بک زدنش ورود میکردم. دقت کن. دوباره گام بعدی، دوباره توی پول بک هاش می اومدم می زدم. وقتی که پول بک رو زد نکن شکست، پول بک، تو پول بک می اومدم ورود می کردم. دوباره لگ بعدی، دوباره می اومدم چیکار می کردم؟ اول شد گام، بعد پول بک از گام سبکتر باشه، نه اینکه این بهت کل این لگو بخوره. یعنی حتی اینجاش هم میشه ریسکی، داره بهم الرت میده. حالا به زور میگیم اینم بگیری، اینم میگیری دوباره. بعد نگاه کن دیگه ضعیف داره میشه، نگاه کن حرکتت داره ضعیف میشه. اینجا دقت کن، نتونستی خیلی بری بالاتر، گام بعدیت ضعیفه. اینا رو باید دقت کنی. یعنی این یه دونه استراتژی واسه آخر عمرت بسته تا ابد و یه با یه وین بالای 55-60 آر به آر 1-2 به بالا کافیت دیگه. میخوای چیکار کنی؟